خب دوستان بریم سراغ Manage Application Specific Passwords و ببینیم که چه امکاناتی رو میتونه در اختیار من قرار بده. وقتی که این رو کلیک میکنم از من پسورد میخواد، پسوردم رو تایپ میکنم و وارد صفحه مربوطه میشم. توی صفحه مربوطه از من یک اسم میخواد و Generate Password رو در نظر میگیره. دوستان توجه کنید که من میخوام روی کامپیوتر دیگری، روی لپتاپ یا روی دیوایسی متفاوت مثل اسمارت فون یک گوگل تاک نصب کنم و با استفاده از یوزرنیم پسوردم وارد جی تاک شده و دوستان چت کنم یا ارتباطی رو با سایر همکارام داشته باشم. به صورت پیش‌فرض وقتی که تو استپ وریفیکیشن فعال هست، پسوردی که شما برای جیمیلتون در نظر گرفتید برای جی تاک یا نرم افزاری دیگر که مرتبط با گوگل هست یا مرتبط با اکانت جیمیل شما هست کار نخواهد کرد. یعنی پسوردتون رو اگر روی اون نرم افزار بزنید قبول نخواهد کرد. چرا؟ چون تو استپ وریفیکیشن فعاله. بنابراین شما باید بیاید یک اسمی رو مشخص کنید که من حالا مثلا بنویسم جی تاک آن اپ سنتر. چرا حالا اپ سنتر نوشتم؟ روی این کامپیوتر من جی تاک رو نصب نکردم و حوصله دانلود کردن و نصب این نرم افزار رو نیز ندارم. بنابراین میتونم از امکانات یک اپلیکیشن سنتر استفاده کنم که میتونه برنامه‌ها رو به صورت پورتال در اختیار من قرار بده. این برنامه کجاست؟ حالا در آینده صحبت‌هایی رو در رابطه با این قسمت خواهیم کرد و ویدیوهای دیگر میتونید اطلاعاتی در رابطه با اپ سنتر نیز کسب کنید. من می‌نویسم جی تاک آن اپ سنتر. ماهیت این چی هست؟ یعنی من یک گوگل تاک دارم روی یک اپلیکیشن سنتری که من به اون اپلیکیشن سنتر وصل میشم و اپلیکیشن رو ران میکنم بدون اینکه این اپلیکیشن رو روی کامپیوتر خودم نصب کرده باشم. هر جایی که اینترنت دارم میتونم از اپلیکیشن های متفاوت بهره بگیرم و نیازی به نصب اون اپلیکیشن ها ندارم چون اپ سنتر این کار رو برای من انجام داده. جنریت پسورد رو میزنم و منتظر میشم که پسوردی برای من جنریت بشه. اوکی. یک پسورد در اختیار من قرار داده شد که این پسورد رو میتونید بدون اسپیس در داخل گوگل نوتیفایر یا جی تاک گوگل تاک بدید و سپس با استفاده از این پسورد وارد جی تاکتون بشید. به عبارتی پسورد اول شما مورد قبول واقع نخواهد شد. حتما باید پسوردی رو ارائه بدید که تو استپ وریفیکیشن در اختیار شما قرار میده. برای اینکه من بتونم این کار رو انجام بدم وارد اسکای درایو هم بشم. از داخل اپس یک نرم افزاری هست به نام سیتریکس رسیور که حالا مربوط به موضوع این ویدیو نیست. من فقط این رو نصب میکنم تا شما متوجه بشید که به چه صورت میتونیم از یک اپلیکیشن سنتر به صورت آنلاین در کامپیوترهای متفاوت استفاده کنیم. شما میتونید پسوردهای متعددی رو در این فاز جنریت کنید. حالا میتونید مثلا بگید فلان پسورد 10 تا 20 تا برنامه رو جنریت کنید با اسمای مختلف که اگر احیانا پشت کامپیوتری دیگر رفتید نشستید و خواستید با استفاده از اپلیکیشن موجود روی اون کامپیوتر لاگین کنید به سیستم حالا جیمیلتون، به ایمیلتون وارد بشید یا از اپلیکیشن مرتبط با جیمیل بهره بگیرید، میتونید از اون پسورد استفاده کنید. یه جایی بنویسید همراهتون باشه یا مثلا توی نوت گوشیتون ذخیره کنید که اگر احیانا لازم شد از اون بهره بگیرید و هر موقع هم لازم دونستید میتونید وارد دوباره بخش Manage Application Specific Password بشید و پسوردهای ست شده رو ریووکت کنید که در ادامه ویدیو توضیحاتی رو بهتون ارائه خواهم داد. در این مرحله من یک سیتریکس رسیور رو نصب میکنم. این برنامه من اجازه میده تا بتونم از کامپیوتری دیگر، یعنی از یک اپلیکیشن سرور، اپلیکیشن سنتر، اپلیکیشن های مورد نیازم رو بدون نصب روی کامپیوترم مورد استفاده قرار بدم که در ادامه خواهید دید که به چه صورتی میتونه عملی بشه. خب سیتریکس رسیور رو نصب میکنم. خب دوستان نصب سیتریکس رسیور وب نیز به پایان رسید. اگر به هنگام نصب این سیتریکس رسیور مشکلی از حیث نصب یا حالا عدم نصب صحیح به وجود اومد، حتما باید روی کامپیوترتون .NET فریمورک 3.5 و یا 4 رو به صورت آفلاین یا آنلاین نصب کنید. و البته من این کار رو انجام دادم، یعنی مایکروسافت .NET فریمورک 3.5 برای ویندوز 8 64 بیتی رو دانلود کرده و نصبش کردم. برای اینکه بتونید این رو نصب کنید کافیه که مراجعه کنید به لینکی که این بالا مشاهده می‌کنید links1.ustadbook.com offline-dnf. اگر وارد این لینک بشید اتوماتیک این صفحه براتون باز خواهد شد که یکی از دوستان به نام آقای مجتبی سلطانی زحمتش رو کشیدن و اطلاعات لازم رو برای دانلود و یا فعال کردن آفلاین .NET فریمورک 3.5 در اختیار ما قرار دادن که میتونید از اینجا که لینک های مستقیم برای سایت soft98.ir هست مراجعه کنید به سایت مربوطه و
فایل های مربوطه رو دانلود کنید، روی کامپیوترتون نصب کنید تا برنامه مربوطه درست کار کنه. حالا بستگی به این قسمت نداره چون ربطی به این موضوع ما در حال حاضر نداره، فقط خواستم اشاره کنم. بعد از نصب سیتریکس رسیور یک همچین آیکونی اینجا ظاهر میشه که میتونید روش دابل کلیک کنید تا این آیکون براتون باز بشه. چرا دارم اینا رو توضیح میدم؟ به خاطر اینکه میخوام شما نحوه کار با یک اپلیکیشن سنتر رو نیز یاد بگیرید. به چه صورت این مراحل پیش خواهند رفت؟ اینجا آدرس سایتی رو من می‌نویسم که به عنوان ارائه دهنده اپلیکیشن های پورتابل در داخل اینترنت هست. مراحل مربوطه رو به دلیل اینکه حالا آی پی آدرس و قسمت های مربوطه یک مقداری در این بره سیکرت هستند نشون نمیدم و مرحله بعدیش رو بعد از تایپ یوزرنیم پسورد بهتون نمایش خواهم داد. خب رسیدیم به صفحه مرتبط با اپلیکیشن سنترم و در داخل این صفحه من یوزرنیم و پسوردم رو تایپ میکنم. اوکی، به این شکل و پس از ارائه پسورد لیست اپلیکیشن هایی که میتونه در اختیار من قرار بگیره اینجا نمایش داده خواهد شد. رممبر رو نیز اینجا تیک میزنم و لاگان. خب دوستان، پس از لاگین به داخل سیتریکس رسیور با استفاده از کردنشیالز مربوطه لیستی از اپلیکیشن هایی که میتونه در اختیار من قرار بگیره رو اینجا میبینم. گوگل تاک رو انتخاب میکنم و حالا میتونم همه این برنامه ها رو در نظر بگیرم. میخوام گوگل تاک ران بشه. جی تاک رو ران میکنم، بعد منتظر میشم مراحل اولیش طی بشه و جی تاک استارت بخوره. تو این قسمت من باید اصولا بیام پسورد مرتبط با گوگل وریفیکیشن یا تو استپ وریفیکیشن رو که به این صورت نمایش داده شده رو در داخل جی تاک بزنم تا بتونم ازش استفاده کنم. جی تاک که ران شد، اگر من بخوام با استفاده از یوزرنیم پسورد مربوطم وارد بشم این امکان رو من نخواهد داد. دوستان توجه کنید که روی کامپیوتر من، روی ویندوز من جی تاک نصب نیست. من با استفاده از اپلیکیشن سنتر دارم از جی تاک استفاده میکنم. اینجا تایپ میکنم استاد بوک test1@gmail.com. پسوردی که به هنگام کرییت این اکانت داده بودم رو وارد میکنم. به طور مثال پسورد دیگه نگم، بعضی موقع پسورد رو میخونم من در داخل ویدیوها و بعد ادیتش میکنم، اون قسمت رو حذف میکنم طبق عادت. حالا نمیدونم توی کلاس‌ها چون پسورد تست استفاده میکنیم گاهی اوقات تو ویدیوها هم همینجوری من پسوردها رو میخونم. بگذاریم پسوردم رو تایپ کنیم. اوکی، ساین این رو میزنم، منتظر میشم تا عملیات لاگین اتفاق بیفته. با توجه به اینکه تنظیمات من در داخل سیستم جوری هست که تو استپ وریفیکیشن دارم، با داره بودن پسورد حق ورود به گوگل تاک رو ندارم. میبینید نوشته رانگ یوزرنیم اور پسورد. من باید چه پسوردی رو استفاده کنم؟ پسوردی که سیستم در اختیار من گذاشته. یعنی میام اینجا و این پسورد رو دونه دونه مینویسم. میتونید کپی پیست هم بکنید اگر اشتباه کپی نشه. خب بریم سراغ این قسمت که من تایپش رو انجام بدم. پسوردمون هم تایپ کردیم، مشکل پسورد طولانی هم بود. این دفعه میزنیم ساین این، ببینیم که به چه صورت گوگل در مقابل این قسمت عکس العمل نشون میده. همونطور که مشاهده میکنید با تایپ پسوردی که در سکند وریفیکیشن در اختیار ما قرار داده شده بود، گوگل نوتیفایر هم جیمیل گوگل تاک وصل شد و هم گوگل نوتیفایر به عبارتی جیمیل نوتیفایر که هر دوتاش جور میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. تو استپ وریفیکیشن الان دان هست، یعنی انجام شد. برمیگردم به مرحله بعدی که اینجا از ما مجددا یوزرنیم و پسورد میخواد. یوزرنیم پسوردی که در داخل وبسایت برای کرییت جیمیل هم ازش استفاده کرده بودم. همون یوزرنیم پسورد رو مجددا تایپ میکنم و وریفیکیشن انجام میگیره. این کار رو میتونید برای برنامه‌های متفاوت به صورت مکرر انجام بدید. یعنی مثلا اگر شما 10 تا برنامه متفاوت روی کامپیوتری مختلف دارید، میتونید که تک تک اینها رو بیایید از داخل منیج اسپسیفیک اپلیکیشن اد کنید و از اونها بهره بگیرید. خب مجددا برگشتیم داخل قسمت اپلیکیشن اسپسیفیک پسورد. همونطور که مشاهده میکنید پایین جی تاک آن اپ سنتر برای من اوکی شده. حالا اگر بخواید جی تاک رو روی لپتاپتون استارت کنید، باید دوباره یک اسمی براش بنویسید و جنریت پسورد کنید. این سیستم به شما اجازه میده که خیالتون راحت باشه. یعنی هر جایی تو کامپیوتری متفاوت کسی خاص وارد جیمیل شما بشه، یا باید SMS بفرسته بهتون و شما بر اساس اون SMS لاگین کنید، و یا باید بیاید برای اون اپلیکیشنی که میخواد ران بشه و شما رو به داخل جیمیل هدایت کنه با پسورد مربوطه
لاگین بشه. یعنی شما باید حتما بیایید یک پسوردی رو جنریت کنید و سپس بتونید با اون پسورد وارد برنامه مربوطه بشید. تو استپ وریفیکیشن یکی از بهترین سولوشن ها برای ایجاد امنیت در داخل کامپیوتر، در داخل جیمیل شماست. و اگر زمانی دوست داشتید که یک اپلیکیشن رو روی یک کامپیوتری ران کنید ولی بعد پشیمون شدید، یعنی مثلا رو یه جای مهمون رفتید و این رو جنریت کردید روی آیپدتون، روی گوشیتون، روی کامپیوترتون، قبلا ممکنه پسوردهایی رو جنریت کنید و نگه دارید برای روز مبادا. اگر که این کار رو انجام دادید و جایی استفاده کردید که دوست ندارید دیگه اون قسمت یا اون کامپیوتر بتونه با اون اپلیکیشن به جیمیلتون دسترسی پیدا کنه، میتونید بیاید اینجا ریووک رو بزنید یا به عبارتی باطلش کنید این پسورد جنریت شده رو. خلاصه خیالتون از حیث پسورد راحت میشه. اول باید پسورد خودتون رو بزنید، بعد اگر که وریفیکیشن دوم اومد میتونید با موبایل وریفای کنید با شماره تلفنتون. سوم میتونید با پسورد هایی که از قبل سیو کردید یا همونجا که یکم پیش نشون دادم توی بکاپ کدها رو بردارید و از اونها استفاده کنید توی کامپیوترهای مختلف. دوستان توجه کنید که بعضی موقع یک همچین سوالی به ذهن میرسه که اگر من همچین شرایطی داشته باشم، خب مصیبت مکافاتی که روی کامپیوترم پشت سرم بیام پسورد تایپ کنم و وارد حالا چندین مرحله طی کنم. شما میتونید موقع لاگین به جیمیل بگید این کامپیوتر یا این دیوایس رو به عنوان authorized دیوایس بشناس. وقتی که authorized دیوایس شناخته میشه، اون موقع دیگه خیالتون راحته، کارتون هم راحته. یعنی روی اون کامپیوتر فقط و فقط از شما پسورد اول رو خواهد خواست. تو استپ وریفیکیشن برای کامپیوترهایی هست که شما اونها رو به عنوان authorized تیک نزدید. من مجددا برمیگردم داخل گوگل اکانتس و سپس وارد بخش سکیوریتی میشم تا سایر موارد رو نیز بهتون نشون بدم و این ویدیو رو تمام کنیم و شما برید سراغ راه اندازی این سیستم روی کامپیوترهای خودتون و روی اکانت جیمیلتون. مجددا میام تو بخش سکیوریتی. اوکی، تو استپ وریفیکیشن همه موارد لازم آن هست، ادیت شده. مجددا میتونید منیج اپلیکیشن ها رو بزنید و اگر که شما یک سری سیستم هایی داشته باشید که اون سیستم ها آتورایز شدن در داخل جیمیل، تو استپ وریفیکیشن یا توی همین مرحله بهتون نمایش داده میشه که این کامپیوترها قبلا آتورایز شدن، که میتونید اون کامپیوترها رو نیز از حالت آتورایز در بیارید و هر موقع هر کدوم از دیوایس ها رو که مد نظرتون بود تو این سیستم اد کنید. در حال حاضر جیمیل جیتاکمون داره کار میکنه. همونطور که مشاهده کردید از این قسمت ما میتونیم اپلیکیشن های مختلف دیگری نیز در اختیار داشته باشیم. به طور مثال من میتونم روی این کامپیوتر با اینکه اسکایپ نصب نیست یا وایبر نصب نیست، میتونم از اینها روی کامپیوترم استفاده کنم، یا ترنسلیتورهای متفاوت رو میتونم در داخل این کامپیوتر مورد بهره برداری قرار بدم. مثلا ترنسلیتور رو میزنم، ترنسلیتور میاد توی لیست برنامه‌های من، نصب نیست روی کامپیوترم ولی میتونم اجراش کنم و از امکاناتش بهره مند بشم که این رو در ویدیوهای دیگر بهتون توضیح خواهم داد که به چه صورت میتونید ازش استفاده کنید. یک چیزی هم که اینجا مونده بود اینم پاک کنید. میتونید لنگویجتون رو اینجا مشخص کنید که با چه زبانی به چه زبان دیگه ترجمه کنه و به هیچ عنوان هیچ اپلیکیشنی روی کامپیوتر ما نصب نشده. anyways، خب امیدوارم که از این ویدیو نیز استفاده کافی رو برده باشید. دوستان اگر که جیمیل دارید و اگر که دوست دارید در امان باشه این جیمیلتون، برید و این کانفیگایی که بهتون دادم رو انجام بدید. موفق باشید، سربلند باشید و در نهایت خسته نباشید. خدا نگهدارتون.